الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم از جوار حرم نبوی شریف از مدینه منوره. در این برنامه قصد داریم تا درباره یکی از صفات دیگر اخلاقی که در قرآن مجید بسیار بر اون تأکید شده و بیش از 70 بار درباره اون سخن گفته شده و بلکه یکی از شروط ایمان معرفی شده و یکی از درجات متعالی ایمانی است، با هم سخن بگیم. صفت بسیار مهمی که نشانگر اوج ایمان انسان مؤمن به الله متعال، صفتی که از اعتماد صحبت میکنه، صفتی که حسن اعتماد بین بنده و الله متعال رو نشون میده، صفتی که بنده با اون میتونه خیلی از دغدغه های خودش رو کنار بگذاره و این اعتمادش با اون پشتوانه‌ای که برای خودش ایجاد میکنه. صفت بسیار والا و زیبایی به نام توکل. توکل از کلمه وکله گرفته شده به معنای اعتماد. اعتماد و اظهار عجز و اعتماد بر دیگری در لغت معنای توکله. کسی که توکل میکنه یعنی در کنار این که داره اظهار عجز میکنه داره به کسی دیگری اعتماد میکنه. خود اعتماد بر کسی دیگر نشانه ضعفه. انسان چون نیاز داره به چیزی به کسی دیگری اعتماد میکنه و در اصطلاح توکل اعتماد کامل به الله تعالی است به همراه استفاده از اسباب. معنای توکل این نیست که ما دست بشوریم از هر چی از اسبابی که الله تعالی خلق کرده در عالم. بسیاری از اشیا وسیله رسیدن به یک شیء دیگرن. مجموعه مخلوقات عالم زنجیروار برای ادامه حیات خودشون، برای تکامل حیات خودشون نیازمند هم دیگرن و بسیاری از وسیله ها سبب رفع حاجت ها، سبب رفع مشکلات و سبب برآورده شدن بعضی خواسته هان. مانند آب که سبب رفع تشنگی است، مانند غذا که وسیله برای دفع گرسنگی، مانند داروهای مختلفی که وجود داره که سببی میشه برای شفای امراض. اما در توکل اوج ایمان شخص به محک گذاشته میشه. درسته که این اسباب رو الله تعالی خلق کرده برای دستیابی به بعضی وسایل، اما اینها بدون اذن و اراده الله هیچ اختیاری از خودشون نخواهند داشت. به عنوان مثال آتش اگر الله تعالی نخواهد سوزوند و اگر آب الله تعالی غرق نخواهد کرد. گرچه طبیعت آتش سوزاندنه و طبیعت آب زیاد اینه که اگر کسی در اون افتاد و شنا بلد نبود غرقش میکنه. اما تمام اون چیزی که در عالم وجود داره، در عالم فیزیک اصطلاح امروزی،
خالقی داره که اختیار این ارتباطات، اختیار این معادلات، اختیار تمام رابطه هایی که بین ذره ذره موجودات عالم وجود داره، از کوچکترین ذراتش، از ذرات نانو و حتی کوچکتر از اون تا بزرگترین کهکشان های خداونده، همه اینها تحت اراده و مشیت خداوند متعال و در تاریخ ثابت شده. بسیاری از نمونه های عینی که در کتاب های مقدس ما ذکر شده که الله تعالی هرگاه بخواد تمام قوانین و قاعده های خودش رو تغییر خواهد داد. هرچند ما از حکمتش خبر نداشته باشیم، هرچند که ما به اصل موضوع، اون ارتباط عمیقی که در رابطه جدید وجود داره اطلاع نداشته باشیم، توکل به ما این رو می آموزه که وقتی ادعا می کنیم که الله مالک عالمه، الله خالق عالمه و الله مدبر امور عالمه، بسیار از موارد رو بدون استفاده از اسباب هم تغییر خواهد داد. اما به این معنا نیست که ما استفاده از اسباب رو ترک بکنیم و تعطیل بکنیم. به عنوان نمونه رسول الله صلی الله علیه و سلم که یکی از نامهای مبارکشون متوکل بود، یعنی کسی که توکل رو به معنای کامل، معنای واقعی به انجام رسوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که از مکه مکرمه قصد داشتن به این شهر، یعنی مدینه منوره که اون روز همین مسجد النبی پشت سر بنده بیشتر نبود، تشریف بیارن و این شهر رو افتخار ببخشن با وجود نازنینشون، سفر هجرت سفر بسیار پر مخاطره‌ای بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفر بسیار طاقت فرسا و بسیار پر مخاطره قدم در راه هجرت گذاشتن. مشرکین برای پیدا کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارش ابوبکر صدیق 100 شتر برای هر نفر جایزه گذاشتن، در حالی که حدود 2 سال و یا 3 سال قبل از اون ماجرا در واقعه اسراء رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر بسیار عجیب تری رو تجربه فرمود، اما بدون هیچ گونه دغدغه و مشکلی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر اسراء به همراه جبرئیل علیه السلام به مسجد الاقصی رفتند و از اونجا در سفر معراج به آسمان و بهشت و جهنم گذر کردند و به ملاقات الله مشرف شدند. در سفر هجرت هم الله تعالی میتونست که اون براق سواری انبیا رو که در سفر اسراء و معراج همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود اون رو برگردونه و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در لحظه ای از شب از مکه مکرمه برداره و بیاره اینجا مدینه. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چون میخواست به مردم تعلیم بده، بلکه الله میخواست از طریق پیامبرش به انسانها بیاموزه که توکل چگونه باید باشه، این جریان اتفاق افتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از تمامی اسباب موجود استفاده فرمود. به عنوان مثال در طراحی نقشه مسیری رو که به سمت شمال باید حرکت میکردن، ابتدا به سمت جنوب رفتن و بعد داخل غار ثور شدن. 3 روز داخل غار موندن. با غلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه هماهنگی کردن برای آوردن 2 تا شتر. 2 تا شتر استفاده کردن. عبدالله ابن ابوبکر برای خبررسانی خبرهایی رو که قریش بعد از خروج رسول الله صلی الله علیه و سلم بین خودشون پخش میکردن به غار میرسون. اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنها برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارش غذا می آورد و بسیاری از این موارد که در این سفر اسبابی بودن که استفاده شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اسباب رو استفاده کردن، اما با قطع تعلق قلب به اسباب. یعنی چی؟ توکل معناش اینه که ما از اسباب استفاده میکنیم اما دل نمیبندیم به اسباب،
اما قلب ما متعلق به اسباب نیست. اگر این سبب باشه حتما این اتفاق خواهد افتاد، اگر نبود هیچ امکان نداره. یا اینکه همون ابتدا که شروع کردیم، اگر در ظاهر مشکلی پیش اومد در اون سبب، ما کلا اون هدف رو کنار بگذاریم و بریم. چنانچه در همین اتفاق، در همین سفر هجرت، رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارش وقتی داخل غار ثور شدن و مشرکین پیدا کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو و به در غار رسیدن، تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله اگر اینا یک لحظه پایین نگاه بکنن ما رو میبینن، حضرت صلی الله علیه و سلم تمام اسباب ظاهری رو استفاده فرموده، اومدن داخل غار، اومدن حتی اسبابی فراتر از اون اتفاق افتاده، معجزاتی اتفاق افتاده، عنکبوتی اومده و اونجا تار تنیده و اون کبوتری اومده اونجا تخم گذاشته در لحظه ای از زمان. باز هم اینجا اسباب انتها میرسه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون لحظه پریشان نشد، در اون لحظه نگران نشد. حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه این گونه بود، بلکه فرمود لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نگران نباش، الله با ماست. این توکل، این قطع تعلق از اسباب، این بزرگترین درسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مواجهه با اسباب به ما می آموزه که ما اسباب در دنیا همه چیز نیستن، بلکه الله تعالی هرگاه بخواد سببها رو تغییر میده برای بندگان خاص خودش. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه احد که در این شهر اتفاق افتاد، در اون روز تلخ، رسول الله صلی الله علیه و سلم متوکل صلی الله علیه و سلم در اوج توکل 2 زره پوشیدن. این 2 زره پوشیدن به این معنی است که استفاده از اسباب باید همراه باشه با توکل بر الله. جرجانی در تعریف معنی توکل زیبا می‌فرماید که توکل به این معنی است که قطع امید از اون چیزی که نزد بندگانه و امید داشتن به هر آن چیزی است که نزد الله متعال. رسول الله صلی الله علیه و سلم در احد زره پوشید، اما نه به این نیت که اگه من زره نپوشم هیچ مشکلی برای من حتما مشکلی برای من پیش خواهد اومد و اگر زره پوشیدم دیگه مشکلی برای من پیش نخواهد اومد. نه، این استفاده از اسباب باید همراه باشه با اون تعلق، اون توکل، اون اعتماد به قدرت الله، اعتماد به اون چیزی که نزد الله است، اعتماد به علم الله، اعتماد به یاری الله، اعتماد به نصرت الله تعالی. و نمونه دیگری رو از انبیا اگر بخوایم ذکر بکنیم، حضرت موسی علیه السلام وقتی به همراه بنی اسرائیل به خاطر ظلم و شکنجه فرعون پا به فرار گذاشتن و خارج شدن و حرکت کردن، فرعون و فرعونیان به دنبال حضرت موسی علیه السلام روانه شدن تا اینکه حضرت موسی علیه السلام در مسیری که می‌رفتن به دریا رسید. از یک طرف آب ساحل و از یک طرف دیگه لشکر فرعون، تا جایی که در سوره مبارکه شعرا الله تعالی می‌فرماید فلما ترى الجمعان، وقتی 2 گروه به هم رسیدن، همدیگر رو دیدند، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی علیه السلام گفتن ای موسی ما احاطه شدیم، از این طرف آب دریاست، از این طرف هم فرعون و یارانش رسیدند. حضرت موسی علیه السلام تمام اسباب ظاهری تموم شده، این نیرو، این مردم مستضعف، زنان، بچه‌ها، پیر، جوان، خردسال، کودک بین این هست، نه نمیتونن از این دریا رد بشن، شنا بکنن، نه کشتی دارن، نه قایق دارن، در اسباب هیچی ندارن. از این طرف هم فرعون با تمام لشکرش اومده و برای قتل اومده، برای کشتن اومده، برای نسل کشی اومده و اینا همه احاطه شدن. در عالم اسباب اون کسانی که دوست فقط همه چیز رو با ذهن خودشون میسنجن، همه چیز رو با عقل خودشون میسنجن و همه چیز رو باید در حتما معادلات و فرمولهای فیزیک و شیمی بندازن و اگر جواب داد میپذیرن، اگر جواب نداد نمیپذیرن، حتی وجود الله تعالی را منکر هستند، در این مورد هیچ توجیهی نمیتونن بیارند که چه اتفاقی افتاد. با ما باشید بعد از یک بیان برنامه با ادامه این ماجرا که حضرت موسی علیه السلام در این بحران چه کرد.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافل إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمی بحماک. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. حضرت موسی علیه السلام و یارانش از یک طرف به دریا رسیدن و موجهای کمرشکنش و از طرف دیگه در محاصره فرعون و لشکرش. هیچ سببی از اسباب مادی عالم وجود نداره اینجا تا در ظاهر به کمک موسی علیه السلام و یارانش برسه. یاران موسی علیه السلام گفتن انا لمدرکون، ما احاطه شدیم. یا موسی، ای موسی، ما احاطه شدیم، ما داریم از بین میریم. اما حضرت موسی علیه السلام دقیقاً تمام استفاده از اسباب در برنامه بود. حرکت کردن، بی خبر خارج شدن و با هم حرکت کردن به یک مسیری برای هجرت، برای خارج شدن، برای رفتن، همون کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق انجام داد. اما یک جایی از این برنامه به خواست الله به بنبست میرسه. در عالم اسباب هیچ توجیهی برای این کار وجود نداره و از دیدگاه عده عقل گرا و مادی گرا این مسئله به انتها رسیده. دیگه اینجا باید آخر داستان باشه، بلکه نخیر. آخر اون چیزی که عقل تصور میکنه ابتدای اون چیزی است که الله تعالی میدانه. ابتدای اون چیزی است که الله تعالی به بندگانش میآموزه تا عقل بدونه، تا عقل بفهمه که بیشتر از ظرفیت و مجال خودش صحبت نکنه، سخن نگه و خودش رو مالک کل ندونه. عقلی که خودش هنوز نتونسته خودش رو تشخیص بده، بشناسه. حضرت موسی علیه السلام با توکل کامل، با یقین کامل، چون میدونه که تمام این اسباب اختیارش به دست الله تعالی است. وقتی اونها گفتن که ما احاطه شدیم، حضرت موسی فرمود کلا، هرگز این گونه نیست، هرگز ما احاطه نشدیم. ظاهر این جریان اینه که احاطه شدند، ظاهر اینه که محاصره شدند، اما الله تعالی به پیامبرش چیز دیگری رو تعلیم داده. توکلی که در قلب موسی علیه السلام، نزد موسی علیه السلام، میدونه که این نیست، الله بخواد نجات میده. بخاطر همین حضرت موسی میفهمد کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز اینجوری نیست، پروردگار من با منه، الله به من
خواهد گفت، من راهنمایی میکنه که چیکار بکنم، در این بنبست به من میآموزه من الان چیکار باید بکنم. اون منو تنها نمیگذاره. این اعتماد کامل بر الله است به همراه استفاده از اسباب. این معنای حقیقی توکل. حضرت موسی علیه السلام فرمود خداوند من رو راهنمایی خواهد کرد، در این بنبست به من راه رو نشون خواهد داد. حضرت موسی علیه السلام به امر الله عصای خودش رو به دریا زد. امر شد از طرف الله که عصای خودش رو به دریا بزنه و آب دریا کنار رفت و زمین خشک شد و حرکت کردن. در بستر دریا حضرت موسی علیه السلام و یارانش و فرعونیون وقتی این صحنه رو دیدند باورشون نمیشد، اما حرکت کردن به دنبال آب. آخرین نفری که از یاران حضرت موسی علیه السلام از اون طرف خارج شد، آخرین نفر فرعون و لشکریانش از این طرف وارد شدن. وقتی اونها خارج شدن الله تعالی دوباره امر فرمود تا آب به حالت اول خودش برگرده و تمام فرعون و فرعونیان رو غرق کرد. در واقع الله تعالی وقتی به حضرت موسی علیه السلام امر فرمود که عصا رو بر آب دریا بزنه، گویی که اون عصا رو بر فرق سر اون کسانی زد که همه چیز رو فقط با چند تا فرمول و معادله فیزیکی میسنجن. توکل فراتر از این چیز هست. توکل رابطه هایی رو به انسان میآموزه که در هیچ قانون مادی دنیا نمی گنجه. حضرت موسی علیه السلام نجات پیدا کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام رو وقتی به آتش میانداختن، ظاهرش اینه که آتشه باید بسوزونه. حضرت ابراهیم رو آوردن در منجنیقی گذاشتن، از بس شراره آتش، حرارت آتش زیاد بود که نزدیک نمیتونستن برن. حضرت ابراهیم علیه السلام رو با منجنیقی پرت کردن به داخل آتش. آتش طبیعتش اینه که باید بسوزونه، طبیعتش اینه، اون سنتی که الله تعالی در وجودش گذاشته اینه، اما الله هرگاه بخواد این سنت رو تغییر خواهد داد. الله تعالی خطاب به آتش فرمود یا نار، ای آتش، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامت باش، سرد شو و سلامت هم باش، سالم باش، سرما موقع زیاد نباشه که از اون طرف حضرت ابراهیم علیه السلام از سرما هلاک بشه. اگر بسیاری از مفسرین ما میفرمایند اگر الله تعالی این جمله ثناما رو بعد از بردانه میگفت، حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش یخ میزد. آتشی که بعد بسوزونه تبدیل میشد به یخچال، یخ میزد حضرت ابراهیم علیه السلام. در اون لحظه حضرت ابراهیم علیه السلام آتش براش گلستان شد، تبدیل به گلستان گشت و حضرت ابراهیم علیه السلام سالم از این آتش بیرون آمد. حضرت عیسی علیه السلام وقتی که رفتن به خانه حضرت عیسی علیه السلام رو محاصره کردن تا حضرت عیسی علیه السلام رو بکشن، الله تعالی فرشته خود رو فرستاد و سقف خانه باز شد، بر رفعه الله الیه. الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام رو بلند کرد و برد، به آسمان ها برد و تا امروز حضرت عیسی علیه السلام در بهشت به امر الله زنده است و در آخر زمان برخواهد گشت. اینها معنی واقعی توکل، استفاده از اسباب به همراه قطع تعلق قلب به اسباب. قلب از اسباب دل میکنه، اما جوارح انسان استفاده میکنن از اسباب. نمونه‌های بسیار زیادی ما در تاریخ انبیا مشاهده میکنیم که به ما توکل حقیقی رو میآموزن. الله تعالی در قرآن کریم مؤمنین رو امر کرده که به الله توکل بکنن و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، به الله توکل بکنید اگر شما مؤمنید. یکی از شروط ایمان، یکی از نشانه های ایمان توکل به الله تعالی است. و چرا انسان نباید توکل بکنه به الله؟ چرا نباید اعتماد بکنه به الله؟ به کسی که قادر بر انجام امور ما، به کسی که صدای ما رو میشنوه، به کسی که از حال ما خبر داره. اصولاً باید به کسی توکل کرد، به کسی باید اعتماد کرد که به درد ما بخوره.
اگر ما به کسی اعتماد بکنیم در مشکلات خودمون، در خواسته های خودمون، که صدای ما رو نمیشنوه، که از حال ما خبر نداره، به درد ما نمیخوره. و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. در آیه انفال، در آیه 61 سوره مبارکه انفال، الله تعالی میفرماید به الله توکل بکن که اون میشنوه و او آگاه از حال تو، صدای تو رو میشنوه، هر جا باشی از حال تو خبر داره. چرا نباید به اون شخص اعتماد بکنی که همیشه از حال تو خبر داره و از حال تو آگاهه و میشنوه صدای تو رو؟ علاوه بر این، اگر کسی صدای ما رو بشنوه و از حال ما خبر داشته باشه اما نتونه که مشکل ما رو حل بکنه، باز هم به درد نمیخوره. اگر نتونه بر مشکلات دیگر غالب بشه، نتونه بر دشمنان غالب بشه، نتونه بر تهدیداتی که ما رو مورد خطر قرار میدند غلبه بکنه، باز هم به درد نمیخوره. اینی که الله تعالی در سوره مبارکه شعراء 217 فرمود و توکل علی العزیز الرحیم. توکل بکن بر اون کسی که عزیزه، چیره است، توانمنده، اون کسی که قدرتمنده، اون کسی که غالب میشه بر همه چیز. و علاوه بر این که قدرتمنده، مهربانم هست. مهربانه، شما رو فراموش نمیکنه. اون شما رو دوست داره، شما مؤمنین رو دوست داره. کسی که قادر باشه صدای ما رو بشنوه، آگاه باشه، قادر هم باشه، اما محبت نداشته باشه نسبت به ما و به ما کمک نکنه، باز هم به درد ما نمیخوره. الله تعالی در این آیه میفهمد و توکل علی العزیز الرحیم. اون کسی که چیره است، اون کسی که قادره، اون کسی که تواناست، اون کسی که قدرتمنده و مهربانه. چرا نباید توکل کرد به کسی که هم میشنوه، هم آگاهه، هم قدرتمنده و هم چیره و تواناست و هم به ما مهربانه و میتونه به ما کمک بکنه؟ آیا ذات دیگری غیر از الله تعالی هست که همچین صفاتی داشته باشه، همه جا صدای ما رو بشنوه، همه جا از حال ما خبر داشته باشه و قادر باشه بر انجام تمام امور و غالب بشه بر تمام مشکلاتی که در عالم وجود دارن؟ آیا غیر از الله کسی هست؟ و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و یوردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده. 117 سوره یونس. اگر الله تعالی اراده خیر به تو داشته باشه، به تو خواهد رسوند، هیچ کسی نیست که جلودارش باشه. و اگر الله تعالی اراده شر به تو داشته باشه، کیه که جلودارش باشه؟ کیه که در مقابل الله بخواد الله تعالی رو ناتوان بکنه؟ نعوذ بالله. در اراده الله و قدرت‌هایی که در عالم وجود دارن، کیه که ناتوان میکنه؟ آیا فرعون تونست که جلوی شکافته شدن دریا رو بگیره و جلوی فرار موسی و یارانش رو؟ آیا کسانی که حضرت عیسی را رفته بودن که از بین ببرن تونستن جلوی عروج حضرت عیسی علیه السلام رو بگیرن؟ و آیا مشرکین مکه تونستن که جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در هجرت از مکه به این شهر مقدس مدینه منوره بگیرند؟ هرگز. حالا اگر ما توکل بکنیم به ذاتی که صدای ما رو میشنوه و از حال ما آگاهه و مهربانه و چیره و قادر و توانا هم است، اما محکوم به زواله، اما فوت میکنه، اما از دنیا میره، باز هم این توکل ما توکلی ناقص خواهد بود. اینجاست که الله تعالی در سوره مبارکه فرقان آیه 57 فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت. توکل بکن بر اون زنده همیشه جاوید، بر اون زنده که هرگز نمیمیره، همیشه زنده است. و بلکه در سوره مبارکه بقره آیه کرسی در آیه 255 فرمود لا تأخذه سنة ولا نوم. حتی چرت هم نمیزنه، خواب هم نمیره که از حال شما غافل بشه. چرا نباید توکل کرد؟ و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا. چرا ما نباید توکل بکنیم بر اللهی که راه رو به ما نشون داده، به ما توکل رو یاد داده، با ما اصل اعتقاد رو آموخته از طریق پیامبرانش و نمونه های عینی به ما نشون داده که در بدترین شرایط چجوری از منجلاب ها، از مشکلات، از دغدغه ها خارج شدن. متوکلین واقعی. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا. و یقینا صبر خواهیم کرد بر اون چیزی که ما رو آزار میدن. طبیعتاً در راه دین، در راه اعتقاد، راه توحید، راه سختی هاست، راه مشکلات، راه دغدغه هاست، راه تهدید هاست، راه خطر هاست، راه وسوسه های شیطانیه. باید صبر کرد بر اینا. باید توکل نمود بر الله. اگر دشمنی ما رو تهدید میکنه، اگر دشمنی ما رو میترسونه، اگر دشمنی به ظاهر قدرت داره، آیا قدرتش از قدرت الله هم بیشتره؟ اگر کسی علم داره، آیا علمش از علم الله هم بیشتره؟ اگر کسی ثروت داره، ما رو با ثروت خودش میترسونه، آیا ثروتش از ثروت الله هم بیشتره؟ از چی باید بترسیم؟ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه.
این شیطانه که شما رو داره از دوستان خودش میترسونه. فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. از اون نترسید، از من بترسید اگر شما مؤمنید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. 7 بار این آیه مبارکه در قرآن ذکر شده که مؤمنین بر الله توکل میکنند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که بر الله توکل بکنه الله برش کافیه. الیس الله بکاف عبده. آیا الله برای بنده خودش کافی نیست؟ در آیه 36 سوره مبارکه زمر فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که توکل بکنه بر الله، اعتماد بکنه بر الله، خودش رو بسپره به الله، پشتیبانش الله باشه، اظهار عجزش به پیش الله باشه، اعتماد بکنه به هر اون چیزی که نزد الله است و قطع امید بکنه از هر اون چیزی که نزد غیر الله است. اعتماد بیاری الله، به نصرت الله، به ثروت الله، به علم الله، به آگاهی الله، به قدرت الله. اینها همه اینها باعث میشه که انسان خودش رو بالا ببره، خودش رو بیمه بکنه. صفت توکل صفتیه که انسان با اون میتونه آروم زندگی بکنه، دغدغه‌های خودش رو کنار بگذاره، از چیزی نترسه، امیدوار باشه به آینده خودش، امیدوار باشه به این که همیشه یک ذاتی هست که اون رو میبینه، اون رو خبر داره، یک ذاتی هست که کمکش میکنه، یک ذاتی هست که به دادش میرسه در بدترین شرایط ممکن، جاهایی که همه قوانین به بنبست میرسن. قانون جدید قرار میده خودش، عالم اختیارشه، همین قوانین رو اون خودش قرار داده. قبل از اینکه ما بینا دست پیدا بکنیم بودن اینا تو طبیعت. هنر ما این بوده که فقط ما تونستیم که بعضی از این رابطه ها رو پیدا بکنیم و بسیاری از اونها رو هنوز بهش نرسیدیم. اعتقاد به اون ذات، اعتقاد به اون قدرت و توکل به اون، اعتماد به اون، یکی از صفاتیه که همه ما مؤمنین باید داشته باشیم. و توکل علی الله و کفى بالله وکیلا. و توکل بکن بر الله و کفى بالله وکیلا. و الله وکالتش، همین که الله وکیل شما باشه و امر خود رو به اون سپرده باشید، برای شما کافیه. با ما باشید با ادامه این مبحث در قسمت بعدی و ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. و در پایان درود میفرستیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران و اصحابش و تمام انبیاء گذشته و صالحین و متوکلین بر حق و همه شما عزیزان را تا برنامه بعد به الله تعالی میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.